امروز تاریخ 17 تیر 2585 شاهنشاهیه. ما میهم پرستان امروز اومدیم در شهر برمینگام صدای بی صدایان بشیم. اومدیم در هفته اقدام که رضا شاه دوم این هفته رو هفته اقدام نامگذاری کردن تا مراسم موشعلی رو برگزار کنیم. از اقتدار صحبت میکرد، از قدرت منطقه صحبت میکرد، اما 4 ماه طول کشید تا بخواد جنازه پود شدهش رو بخوان بذارن توی قبر. ظلم پابرجا نمیمونه. خانواده های جاویدنام و زندانیان سیاسی منتظر این روز بودن و این روز رو ما جشن میگیریم. به نمایندگی تک تک اونها و به تمام شهروندهای کشورهایی که زندگی میکنیم میگیم چه ظلم و ستمی به مردم ایران توسط جمهوری اسلامی شده. نتیجه شد این پاپکورن، نتیجه این همه ظلم و آسیب و فساد. پاینده ایران و ایرانی، پاینده ایران، پاینده ایران، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه.